سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز با هم منطقه وادی الصفا رو بررسی میکنیم که یک منطقه بسیار عالی برای زندگی و سرمایه گذاریه. سال 2020 هر اسکوار فیتی 1100 تا 1300 درهم بوده و امسال 1750. هر سال 8% سود ثابت. منطقه بسیار عالی با دسترسی از اتوبان شیخ محمد بن زاید و العین. مترو سال 2029 به این منطقه خواهد رسید. وجود سازنده های برتری مثل شوبا، ماجدالفتین، الدار، تایگر، مگ و کالیفرنیا رزیدنس بسیاری منطقه رو شاخص کرده. فوکوس ما روی پروژه قافوتس هستش که یک پروژه بسیار استثنایی و متفاوت از تمام پروژه هایی که تا الان در دبی ساخته شده. 70% فضای سبز، 30% مسکونی. طراحی این پروژه به صورتیه که تمامی پارکینگ ها زیر پروژه طراحی شدن تا اون فضای سبز کاملا حفظ بشه. نحوه پرداخت بسیار عالی داره. منطقه‌ای که سودش ضمانت شده است و سازندش هم بسیار معتبره. برای اطلاعات بیشتر از پروژه با ما تماس بگیرید.